سلام وقت همگی دوستا بخیر. امیدوارستم که خوب صحتمند باشین. شما را به یک ویدیوی دیگه خوش آمدید میگم. امیدوارستم که این ویدیو بر شما مفید واقع شود و معلومات مفیدی را از این ویدیو دریافت بکنید. در این ویدیو ما قرار است روی وبسایت بنفست برم، بخش‌های مختلف وبسایت به شما نشان بدم و همچنان یاد بگیریم که شما چگونه میتونین مواد درسی دریافت بکنین، چگونه امتحانات خود را سپری بکنین و چگونه از امتحاناتتان بخبر شوین. اگر درباره سیستم بنفست و نهاد ABA تا هنوز معلومات ندارین، حتما ویدیو قبلی رو مشاهده بکنین و یک ایده کامل از این نصاب داشته باشین و همچنان یاد بگیرین که چگونه به شکل دقیق خودتان را در این سیستم ثبت نام بکنین. خب برای از اینکه روی وبسایت بریم، اول به صفحه براوزر یا کرومتان رفته سرچ میکنیم bankfast.com و فرق نمیکنه که شما از کامپیوتر وارد میشین یا از موبایلتان. در هر صورت شما میتونین که به سایت دسترسی داشته باشین و همچنان اگر که استفاده کردن یا دسترسی به سایت بر شما مشکل است که هر بار وارد سایت شوین، شما میتونین که اپلیکیشن بنفست در موبایل هایتان از گوگل پلی دانلود بکنین. و در ویدیو قبلی ما روی ثبت نامش صحبت کردیم که شما چگونه میتونین خودتان ثبت نام بکنین. پس روی این گزینه ها دیگه نمیپیچیم. در این قسمت شما میتونید که زبانش به فارسی یا انگلیسی تغییر بدین، هر طور که خودتون راحت هستین. ولی چون در این ویدیو بیشتر دانش آموزا بلدیت کامل با زبان انگلیسی ندارن، ما امی زبان فارسی را انتخاب کردن. با می پیش میریم تا که یک درک کامل از وبسایت داشته باشن. خب در ویدیو قبلی بیشترها پرسان کردن که آیا این مدرکی که ما دریافت میکنیم آیا معتبر هست یا خیر، چگونه میتونیم خودتون مطمئن بسازیم. گرچند که ما در ویدیو قبلی توضیح دادم، بازم از اینجا میتونیم که بالای اعتبارنامه و شایستگی ها کلیک کنین و این گزینه شما رو مستقیم به سایت رسمی TLM میبرن. این سایت رسمی TLM است که شما میتونید معلومات کامل را درباره TLM از سایت رسمی اینا دریافت بکنین و خودتان را مطمئن بسازین که آیا این اسنادی که شما از اینجا دریافت میکنید معتبر هست، آیا با او اهداف که شما دارین مطابقت میکنه یا خیر. بعدا میتونید که خودتان را ثبت نام بکنین و درسایتان رو شروع کنین. خب در قسمت بعدی اینجا مواد و منابع آموزشی داریم. بالای ای کلیک میکنیم و میبینیم که چگونه شما میتونید که مواد درسی خود را تهیه بکنین. از اینجا همین رقم که شما میبینید در اینجا کتاب های درسی است، راهنمایی های درسی است، یعنی مواد کمکی که شما شاید نیاز داشته باشین. در مثلا در مضمون ساینسی شما به مواد اضافی شاید نیاز داشته باشین که درس رو بهتر یاد بگیرین. شما میتونین راهنمایی های درسی را از این قسمت دریافت بکنین. آموزش های درسی است. یک نکته که باید در اینجا ذکر کنم ای است که در این نصاب شما قرار نیست که مثل مکاتب حضوری یک استاد بر شما بیاید تدریس بکنه. در اینجا شما تمام مواد درسی را دریافت میکنین از این سایت. در صورت ممکن اگر که باز هم شما نتونستین خودتان درسایتان پیش ببرین، از طریق این ویدیوها آموزشی میتونین که درس‌ها را پیش ببرین و امتحاناتتان سپری بکنین. و همچنان امتحانات تمرینی است. اگر شما برای یک امتحانی مثلا سطح 2 بین‌المللی یا سطح 3 بین‌المللی آماده میشین، پس این امتحانات تمرینی و شما کمک میکنه که یک آزمایش بکنین خودتان را که چقدر برای امتحان آماده هستین. در اینجا تقویم تحصیلی را داریم که شما در اینجا تاریخ ها رویدادهای سال را میتونین از این قسمت مشاهده بکنین. مثلا اگر تعطیلی است، اگر که کدام واقعی رخ میده یا که مثلا تقویم سال را شما داشته باشین که میریم داخل تقویم بیشتر از اونجا میبینیم. مثلا در اینجا تاریخ های امتحان است. شما میتونید که هر کدامش را در اینجا مشاهده کنید. مثلا از تاریخ شروع سال تا آخر شما میتونید که از اینجا مشاهده بکنید که چه تاریخ های شما امتحان دارین. مثلا 2 هفته یک بار شما امتحان دارین، ولی باز هم شما تاریخ ها رو فراموش نمیشه. برای از اینکه یک درس مقاد منظم داشته باشین از امتحاناتتان، میتونید که بالای این درس مقاد بیاین و این تاریخ ها رو نوت بکنین تا که از امتحان ها جا نمانین. میریم روی کتاب های درسی که شما چگونه میتونین او را دریافت بکنین. بالای مرور کتاب های درسی میرین و چک میکنین که شما
کدام صنف را میخوانین او صنف مربوطه خود را از اینجا پیدا کرده و بالاش کلیک میکنین. مثلا شاگرد صنف هفتم است، بالای مشاهده کتاب صنف هفتم میره و از اینجا کتاب خود را دانلود میکنه. اینجا گزینه دانلود داره، شما به راحتی میتونین که کتاب خود را دانلود بکنین و درس های خود را پیش ببرین. و همین رقم گزینه‌های بدیل شما خودتان میتونین که دانه دانه چک بکنین و خودتان را با این وبسایت کاملا آشنا بسازین. در قسمت بعدی پرسش‌های رایج داریم. در اینجا سوال‌هایی هست که بیشتر شاگردا معمولا گیج است برشان یا که نمیفهمن. یعنی برشان سوال پیش میاد که چگونه مثلا چگونه دانش آموز میتونه در یک سال دو صنف را بخوانه، یا هم که امتحانات چه رقم پیش میره، یا بعضی سوالای دیگه که معمولا شاگرد از طرف شاگردا پرسیده میشه. مثلا در اینجا گفته که اعتبار گواهینامه برای درخواست بورسیه ها چقدر است. اگر شما در اینجا ببینین گفته که یعنی دانش آموزانی که در دوره آمادگی بیش از 70% در امتحانات استاندارد خود دریافت بکنه واجد شوید به سیستم آموزشی بین المللی هستند. یعنی وقتی که شما واجد شوید به سیستم آموزشی بین المللی شدین، شما میتونید که واجد شوید به امتحان شوین، امتحانتان سپری بکنید و یک گواهینامه بین المللی دریافت بکنید. و زمانی که شما گواهینامه بین المللی تان دریافت کردین، شما قطعا که میتونید به بورسیه ها درخواست بدین و همچنان بورسیه های سالانه برای دانش آموزان برتر در نظر گرفته میشه. یعنی اگر شما به عنوان دانش آموز برتر در EBA شناخته شوین، شما جزء او بورسیه های سالانه میشین که به EBA اختصاص داده میشه از طرف دانشگاه ها و بورسیه ها. و همچنان در این قسمت یک سوال دیگه داریم که گفته که فرایند برنامه درسی بریتانیا چگونه است و دروس چگونه تدریس می شود. خب برنامه درسی بر اساس استانداردهای بین المللی آفکال طراحی شده و معادل با مدرک سطح 2 و سطح 3 آفکال می باشه و روش های تدریس و پیشرفت دوره به دوره خاص برای شرایط و اوضاع افغانستان تنظیم شده. یعنی که مدرکی که شما از اینجا دریافت میکنین مطابق شرایط مدرک که شما دریافت میکنین، یعنی با سطح 3 و 2 افکار یعنی برابر است و شما و این روش که بر شما دیزاین شده ای با شرایط خاص افغانستان طراحی شده. یعنی تمام شرایط و امکانات شما را سنجیده و این برنامه سیستم درسی را بر شما در نظر گرفتن. میریم روی از این که سطح سی افکار چی است، میره کپی میکنیم و میریم سرچ میکنیم که واقعا این سطح سی افکار چی است و شاید برای بعضی سوال باشه. اینجا سرچ میکنیم و میبینیم که اسم چی داریم. خب امیر رقم که اینجا میبینین ما سرچ کردیم که سطح 3 آفکال چی است. سطح 3 آفکال یک رده استاندارد در چارچوب تنظیم مدارک تحصیلی و فنی کشور انگلستان می باشد و از نظر ارزش آموزشی میزان سختی معادل دوره پیش دانشگاهی یا مدرک A لیول می باشد. اگر شما درباره امتحان A لیول معلومات داشته باشین، برابر با 14 سال تدریسی افغانستان است. یعنی که در افغانستان اگر شما مکتب را تا صنف 12 بخوانین، شما 12 پاس گفته میشین، ولی اگر 2 سال دیگه بالش اضافه کنیم که مو مدرک A لیول میشه و شما در اون صورت 14 پاس گفته میشین. یعنی وقتی شما مدرک سطح 3 بین المللی داشته باشین او برابر با A لیول است که مو 14 پاس افغانستان میشه. و همین رقم دیگه لیولاش میتونید در اینجا سرچ بکنین و یک معلومات کلی داشته باشین که چقدر اعتبار داره. و همین رقم میتونید که سوالای بعدیش از اینجا چک بکنین و اگر بر شما هم اونا یک سوال بوده تو هنوز اینجا سوالتان حل شود. و در غیر صورت اگر جواب سوالاتان در این قسمت ها نبود، حتما در قسمت کامنت این ویدیو بر من نوشته بکنین. من حتما کوشش میکنم جواب بدم. در قسمت بعدی اخبار را داریم که در این قسمت شما میتونین که از امتحاناتتان بخبر شوین. اگر این هفته شما امتحان دارین، در اینجا براتون اعلان میشه که شما یه هفته امتحان دارین، از این ساعت تا این ساعت وقت دارین امتحانتان رو سپری بکنین و همچنان بعضی رخصتی ها و یا بعضی فرصت های تحصیلی که اعلان میشه از طریق EBA اینجا براتون شریک میشه. مثلا اگر کدام کورسی باشه، کدام بورسیه باشه، از طرف EBA اینجا بر شما شریک میشه و شما میتونید در قسمت اخبار از او بخبر شوین.
در قسمت بعدی بخش امتحان را داریم که در اینجا شما میتونید که تمام معلومات درباره امتحان خود را دریافت بکنید و امتحانتان را سپری بکنید. بعد از اینکه بالای صفحه امتحان آمدین شما میتونید اینجا امتحان ها را چک بکنین. هفته‌هایی که امتحان دارین امتحاناتتان در این قسمت اعلام میشن و امتحانتان یک زمان مشخص داره، زمانش حتما چک بکنین. مثلا این امتحان ها بسته شده یعنی شما دیگه نمیتونین که این امتحان را سپری بکنین، ولی این امتحان های دیگه که در این قسمت میبینین این امتحان ها باز هستن و وقت داره که شما امتحان خود را سپری بکنین و از اینجا میتونین که سوال خود را دریافت بکنین و بعدا میتونین که جواب خود را اونجا ارائه بکنین یا سبمیت بکنین. خب در این قسمت میبینیم که پیوند مشاهده سوالات نوشته است. بالای ای کلیک میکنیم تا که سوالات امتحانی خود را از اینجا دریافت بکنیم. خب در این قسمت میتونین ببینین که امتحان اعلان شده و شما میتونین که راهنمایی ها را از اینجا بخونین و در این قسمت آمده فرمای امتحان را اما امتحانی که مربوط صنف شما میشه او را دانلود بکنین. مثلا ما شاگرد صنف هفتم است، ایره بالش کلیک میکنیم تا که سوالای امتحانی را دانلود بکنیم. این تمام سوالاتی است که شاگرد صنف هفتم باید حل بکنه و از اینجا شما میتونید تمام سوالات به شکل 4 جواب است، یعنی یک سوال 4 جواب داره و شما با خواندن سوال جوابش از اینجا کلیک میکنین و در ورق جوابتان میرسانین. تمام سوالات را وقتی که حل کردین او را در ورق امتحانیتان میرسانین و پاسخنامه خود را یا ورق جوابات خود را در وبسایت اپلود میکنین. در ویدیو قبلی گفتیم که پاسخنامه باید شما دریافت بکنین یا ورق جوابات. شما بعد از اینکه ثبت نام خود را تکمیل کردین یک ایمیل دریافت میکنین که در اونجا پاسخنامه بر شما جور شده، یعنی که نام شما صنف شما در اونجا ذکر شده، یعنی شما باید بعد ثبت نام این پاسخنامه ها را دریافت کرده باشین. مثلا یک دانش آموز ثبت نام کرده در این سیستم برای صنف هفتم، اینجا برش ایمیل آمده و پاسخنامهش برش ارسال شده. در اینجا قسمی که میبینیم پاسخنامه های دوره چهارم یعنی سمستر خزانی اینا دوره چهارم شامل شده، یعنی کسایی که در این زمانی که ویدیو جور شده ثبت نام کردن شامل سمستر خزانی سال 1405 شدن و از اینجا شما معلومات خوانده بعضی راهنمایی ها شده شما میتونید اونا رو خوانده و در قسمت آخر بیاین پاسخنامه خود از اینجا دانلود بکنین. بعد از اینکه پاسخنامه خود را دانلود کردین میدانین که سوالا را حل کرده و جواب خود را در او برسانین. یک معلومات کلی درباره پاسخنامه هم داشته باشیم. وقتی که شما پاسخنامه خود را دریافت میکنین در قسمت اول رفته نام و نام پدر و صنف خود را حتما چک بکنین. در قسمت بالا دانش آموز مهدی اصغری است. اینجا نام خود را چک بکنید که حتما مطابق تذکره و پاسپورتتان باشه. بعدا سال تعلیمی که شما ثبت نام کردین تاریخ خزانی سال 1405 است، صنف هفتم است که اینا ثبت نام کردن. و یک نکته دیگه که هیچ وقت از یادتان نره این کد عددی شما می باشه، یعنی در هر جایی که از شما پرسیده شد کد عددی خود را وارد بکنید. حتما یادتان باشه که این منظورش اینی کد است که فقط مربوط می دانش آموز میشه، یعنی کسی دیگه از این کد عددی نمیتونه استفاده بکنه و این مشخصا برای یک دانش آموز یک کد میایه و شما میتونید از اون کد استفاده بکنین. خب در یک قسمت شما میتونین ببینین که شما وارد کدام صنف شدین، یعنی اینا صنف هفتم شامل شدن پس اینجا صنف هفتم برشان سیاه شده. در قسمت سمت راست اینجا کدهای حروفی داریم که به حروف بزرگ انگلیسی است، یعنی حرف A, F, G, I اینا سیاه شده به ترتیب. شما ایره گفته میتونین کد حروفی، یعنی در هر جایی که شما خواست کد حروفی خود را وارد بکنین این کد را حتما وارد بکنین به ترتیب. اگر اینجا ببینین اگر بر شما سخت است که او را دانه دانه یادداشت بکنین در قسمت بالا کد حروفی شما نوشته شده، یعنی به حروف بزرگ انگلیسی. شما میتونید این رو یادداشت بکنین و در هر جایی که نشد از استفاده بکنین. در قسمت پایین در شما روش
صحیح خانه‌پوری پاسخنامه را در شما یاد داده، یعنی که شما نمیتونین فقط با یک سیاه کردن کوچک یا که یک طرفش سیاه کنین یا که کراس بزنین یا که تیک مارک بزنین. اینا روش های غلط است. یعنی شما با اگر از این روش برای جواب دادن سوالاتتان استفاده کنین، نمره او سوالتان کد میشه، یعنی که شما نمیتونین از او سوال نمره دریافت کنین، به خاطر که این پاسخنامه ها توسط سیستم چک میشه و سیستم اینا را با عنوان سوال درست شناسایی نمیکنه. روش درستی که شما اگر سوالتان درست باشه، شما باید این رقم کامل سیاه بکنید تا که سیستم او را به عنوان سوال درست شناسایی بکنه. در اینجا شما میتونید ببینید که مثلا سوال اول است. اینجا 4 گزینه دارین شما. مثلا سوال اول گزینه بی درست است. اینجا گزینه بی است، یا میکنه همین رقم تمام سوالات حل کرده و جوابش در اینجا میرسونین. میریم روی وبسایت و خب بعد از اینکه شما سوالای خود را کامل حل کردین، تمام جوابای خود را رساندین در پاسخنامه‌تان، میاین در اینجا قسمت بارگذاری در این بخش، یعنی اما پاسخنامه خود را در این قسمت شما اپلود میکنین. خب در قسمت اپلود پاسخنامه هست، یعنی که شما وقتی که تمام جواب خود رساندین، یک اسکن از او ورق می داشته باشین. یعنی موبایلتان رو گرفته یک اسکن کامل میگیرین که تمام او کدها و تمام پاسخنامه ها جوابش کاملا واضح باشه. او رو عکس گرفته، اسکن گرفته در یک قسمت شما اپلود میکنین. چوز فایل، یک فایل را از اینجا انتخاب میکنین و شما میتونین که پاسخنامه خود را اپلود بکنین. و یادتان باشه که پاسخنامه‌تان را به فرمت های ای ذخیره کرده در اینجا اپلود بکنین. یعنی شما نمیتونین که به فرمت PDF اینجا کدام فایل را اضافه بکنین. پس حتما وقتی که پاسخنامه خود اپلود کردین متوجه این فرمت ها باشین که فرمت درست را انتخاب کرده باشین. در قسمت بارگذاری و پردازش داریم. بعد از اینکه اسکن پاسخنامه خود را اپلود کردین، در قسمت بارگذاری و پردازش کلیک میکنین تا که اما پاسخنامه شما اپلود شود. و بعد از کلیک کردن بالای ای، یعنی امتحانتان سابمیت شد و امتحان شما موفقانه سپری شد. بعد از او میتونین که مراحل بعدی را بیاین و امتحان خود را چک بکنین. این بود تمام معلوماتی که من میخواستم در این ویدیو همراه شما شریک بسازم. در ویدیوی بعدی یک معلومات کلی درباره ای که شما چگونه میتونین امی پاسخنامه ها را بدون ای که هر 2 هفته یک بار ایره چاپ بکنین، خانه‌پوری بکنین، اسکن بکنین، امی رقم همراه کامپیوتر یا موبایلتان چگونه ایره میتونین پاسخنامه تان خانه‌پوری بکنین و اپلود بکنین. این روشش در ویدیوی بعدی من توضیح میدم و امیدوارم که این ویدیو بر شما مفید واقع شده باشه و یاد گرفته باشین که چگونه از این وبسایت به شکل درست استفاده بکنین و امتحاناتتان را سپری بکنین. اگر کدام سوال پیشنهاد داشتین و یا کدام موضوعی هنوز هم بر شما گنگ بود، حتما در قسمت کامنت ها بر من نوشته بکنین تا که او سوالاتتان پاسخ داده شود و شما بتونین درسایتان را به شکل بسیار آسان و راحت پیش ببرین. اگر این ویدیو به شما مفید واقع شده بود، اگر که کدام دوستی یا آشنایی را میشناسین که هنوز هم منتظر است که یک راهی برش پیدا شود تا درسایش بخونه، حتما این ویدیو را همراه اونا شریک بسازین تا که اونا هم مسیر تحصیلیشان را شروع بکنن و مکتبشان را ادامه بدن. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.